تغییرات کادری در سال نو 2019 از ولایت ختان از یک از ولایت‌های کلانترین تاجیکستان شروع شد. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس این ولایت دولتشاه گل محمدوف را از وظیفه‌اش برکنار کرد و از سال 2014 به این طرف در این وظیفه کار می‌کرد. به جای او رئیس کمیته زمین‌شناسی و گیاه‌دزدی قربان حکیموف منصوب شد. رئیس نوی ولایت ختان زاده ناحیه باباجان غفورов ولایت سوق بوده ختم کننده دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتمیروف میباشد. او در سالهای 2013-2018 معاون اول رئیس ولایت ختان بود و 13 ژانویه سال گذشته رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی تاجیکستان تعیین گردید. کرسی رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی پس از آقای حکیمزاده حالا به معاون رئیس ولایت سوق عارف خواجه‌زاده رسید. با فرمانهای دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان نظیرمد علیزاده به سبب به کار دیگر گذاشته از مقام سفیر تاجیکستان در قزاقستان آزاد به خیرالله عبادزاده جایگزین او شده است. شیرعلی جانان سفیر تاجیکستان در پاکستان نیز از مقامش آزاد شد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان سبب برکناری او گذاشتن به کار دیگر گفته شده است، اما گفته نشده است که او در کدام مقام به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هر سال در آستانه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در مطبوعات از ضرورت تغییرات کادری جدی صحبت می‌شود. طور تحلیلگران میگن نحوه تغییرات کادری در تاجیکستان تقریبا تخته شاهمات را به یاد میبرد. همان اسب، همان فیل، همان رخ که اینها از جای به جای دیگر حرکت داده میشن ولی از صحن تخته بیرون نمیشن یا اینکه مات نمیشوند. علاوه بر این برخی از کارشناسان میگویند که تغییرات کادری در تاجیکستان در آن زمانی که شروع می شود دلزنک را به میان میآورد و بسیار از منصبداران که فکر میکنند که وظیفه برکنار میشن و یا آنهایی که در نظر دارند که در کدام وظیفه منصوب میشوند، یعنی دل آنها بیشتر میتپیده است.